پیش از همه همچی یک دوستی فهیمی داشتی که ما شخصا خیلی دوستی و همکاری با ایشان داشتیم. از همه آنهایی که این کتاب را چاپ کردن، برگردان کردن و این محفل را ساختن تشکر گویم. خصوصا از محترم فخرالدین خلبی، سپهری کرامت الله که اینجا هستند، جوانایی که روحی ملی بزرگ دارند، از بنیادی شهید احمد شاه مسعود و جناب سفیر سلوکی را حمایت کردند. یعنی این فکر کنم هر یک تاجیکی آگاه از این پدیده، از این زحمت شما خرسند است. تشکر. و موضوعی که من میخوام کمی بالای اون امروز متمرکز شویم همون موضوعی است که جناب سفیر در آغاز اشاره کردن، کارنامه فهیمی داشتی و عموما همون خط مقاومتی که در این پهنای خراسان و فرهنگ و تمدن ما هست، بسیار وقت زیر شعارهای سیاسی، ایدئولوژی، مذهبی، منفیتی، ژئوپلیتیکی همون ماهیت اصلی خود را پنهان داشته است یا از نظر ما پنهان است. اما من فکر میکنم که در اصل همین مقاومت باید یک مقاومت تمدنی باشد. یعنی ما به همین درک باید برسیم که ما نه تنها با تهدید امنیتی روبرو هستیم یا با تهدید سیاسی، ما دقیقاً با تهدید ارزشی و تمدنی روبرو هستیم. آنچه که در پهنای همین فرهنگی ما میگذرد، اگر از هر نظر تحلیل کنیم، در نهایت به آن می انجامد که ما همچو ملت، همچو تمدن، همچو فرهنگ، همچو ارزش زیر تهدید جدی هستیم و نهایت پیروزی اون جریان ها به این می انجامد که ما رو همچو ملت از صحنه تاریخی نابود کنند. از همین نظر من میخواستم که تمرکزی اساسی ما به این باشد که این مقاومت یک مقاومت تمدنی است. اگر چنین فهم کنیم، از یک سو یک دیدگاهی فراتر از سیاست و ایدئولوژی و مذهب به وجود میاد که همه فضای فارسی زبان، همه فضای ایرانی در این مبارزه شریک شود. این یک. دوم اینکه ما امکان پیدا میکنیم که همه ظرفیت این تمدن رو در همین سمت بسیج کنیم، چون که اولی همین ظرفیت حوزه ایرانشهر بسیار تقسیم شده است. یک قسمش به هدفهای مذهبی روانه است، یک قسمش به هدفهای سیاسی روانه است، یک قسمش به هدفهای ایدئولوژی ژئوپلیتیکی روانه است. ولی در کل اگر تمام این ظرفیت سفربر شود یا بسیج شود برای مقاومت فرهنگی و تمدنی و ما احساس کنیم که همه چیزی ما باید در خدمت حفظی یا بقای تمدنی ما روانه شد، اون وقت ممکن یک مقاومت جدی شکل گیرد. این بسیار مهم است. دوم نکته که از اهمیت یعنی کنفرانس ما برداشت میکنیم این است که چاپ همین گونه کتاب و همین گونه ملاقات و ده ها این گونه ملاقات باید نهایت به این انجام شود که همون تصوری ما درباره همدیگر باید خیلی طبیعی شود، چون که ما حدوداً 100 سال است که با هموطنان خود در اون طرف آمو جدا زندگی میکنیم و این تصوری اهل ضیا و فرهنگ درباره مشترکات یک چیز ارزشمند است، ولی باید همین گونه تصور در جامعه سیاسی، در جامعه اداری و در کلی مردم به وجود بیاد. تا حدی که ما مثلا درواز میریم، همین 15-20 متر اون طرف دریا، همین مردم تاجیک، همین فرهنگ، همین زبان، ولی اونا رو میگیم اوغانا. یعنی اوغانا راه رفته اون اوغانا گشته استودن. یعنی همین تصوری که اون طرف دریا یک چیز دیگه، یک فرهنگ دیگه است، باید در سطح عموم شکند، ولی در سطح اهل ضیا و فرهنگ این چیز کم کم رفت شده است. بنابراین در وقتی ما همچون نماینده اگر ادبیات اینجا چند سخن گیم، در بین اهل ادب چیز تقریبا رفت شدگی است. شما ببینید استاد مومن قناعت دو داستانی بزرگ
دوستانی مسعود نامه رو وقتی می نویسد او درباره یک کشور خارجی و یک مقاومت جای دیگر نمی نویسد، او همچون یک مقاومت همین حوزه رو می نویسد. یا غزل‌های استاد مومن قنات درباره استاد ربانی برای مهدی آخر زمان از مهدی سنگینه، این مقاومت هم تمدن تصور میکرد، نه مقاومت افغانستان در ما حوزه. از این رو در بین اهل ادب این است و اخیراً شما دیدید که وقتی که در پنجشیر فاجعه میشد، دو مجموعه شعری شاعران تاجیک درباره مقاومت پنجشیر چاپ شده است و معرفی شد. همین که دو مجموعه شعر در مدت 2-3 ماه در این محیط آفریده شده، این است که همبستگی در بین اهل ادب است و این رو وسیع کردن در کل. و درباره جنبه سیاسیش من خصوصا میگم که در سطح عالی سیاسی هم همین درک خوشبختانه در طرف تاجیکستان هست، چون که همین سلسله موقع گیری هایی که رهبر جمهوری تاجیکستان در این مسئله کرده است، اگر باید همچه رشته تحلیل کنیم میبینیم که در کنار اون که همچه دولت فکر میکنم باز همچه تمدن هم موقع گیری جدی، چون که همین موقعی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برابری حادثه های افغانستان گرفت، من اصلا همچون سیاست شناس میتونم گرم که بسیار نه تنها جسورانه بلکه بسیار ریسک هم داشت، چون که تمام جهان و در ناخونک بگیم به عنوان دایره با نفوذ جهان بر این توافق رسیدن، حتی کشورهای منطقه که طالب باید بیاید و یا حداقل آمدن طالب پذیرفتن، ولی در این میان امی رئیس جمهوری تاجیکستان در مقابل یک جریان کلان تاریخی جهانی ایستاد. یعنی از همین نظر من میگم که اگر ما ظرفیت‌های تاجیکستان رو در نظر گیریم این ریسک بود، ولی در یک پهلوی ترازو اگر این منفعت‌ها بود، در یک پهلوی ترازو همو ارزش‌های تمدنی ایستاده بود که سخن درباره این رفت که اگر همین واقعیت رو پذیریم به این معناست که ما نابود شدن یک بخش بزرگ دیگری از تمدن خودم قبول میکنیم. بنابراین بین همو ظرافت‌های سیاسی و منفعت‌های تمدنی یک انتخاب بسیار مشکل کرده شده است و این از این بیشتر نمیشه شرح داد. خب از این رو این درک هست و همین که جسورانه در بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در وقتی اوج پیروزی طالبان به استاد ربانی و احمد شاه مسعود دادن بلندترین عنوان‌های دولتی تاجیکستان، همین خودش هم پیامی تمدنی است که اونا همچون شخصیت همچون ارزش برای ما معنای همیشگی دارند. این خب درباره همین نگاه از اون طرف هم چند جمله بگم در خاطر که مثلا من شاهد بودم که همین استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعودم به مسئله فراتر از یک سیاست و جنگ و قدرت می‌نگریستند. مثلا من شخصا تجربه زیادی صحبت، ملاقات، مهمونی با استاد ربانی داشتم و یادم است که همون پیامی که چند بار مطرح کردیم در جلسه، استاد ربانی یک پیامی به مردم تاجیک نوشته بودن که از طریق من دادن در هفته‌نامه ملت ما به چاپ رسانده متن پررشد. در اونجا ببینید که استاد ربانی به مردم تاجیک یک مراجعه ویژه داده است و دو نکته اساسی داره. میگه که در همین مرحله تاریخی تجربه ما نشان میدهد که شما باید دولت را حفظ کنید، زیرا اگر این بار هم دولت از دست رود دیگر هیچ شانسی برای بقای ملی ندارد. بنابراین دولت دیگه خوب و بد نمیشه برای شما، همین دولت به هر شکلی هست باید حفظ شود، زیرا تجربه تاجیکان افغانستان نشان میدهد که بی دولتی یعنی نبودن قدرت سیاسی باعث شده است که با همه ظرفیت بزرگ فرهنگی نمیتونن آرماناشون پیاده کنند. بنابراین اونا در اون پیام میگه که مسئله رقم یک شما دولت است، دولت حفظ کنید. دوم
امنیت و وحدت که او یک مسئله شرح دادن میگه چرا امنیت لازمه. خب اکنون چرا من این خیلی میگذارم مسئله رو؟ برای اینکه تحلیل‌های ما نشان میدهد که در حقیقت حوزه تمدن فارسی در این 100 ساله اخیر به سرعت در حال تنزل است. مثلا تو اگر رقم گیریم همین قدرت سیاسی تاجیکان در 100 ساله اخیر 100 برابر کم شده است. 100 برابر. مثلا اگر شما آخرین دولت بزرگی تاجیکی سامانیا رو در نظر گیریم، همین حدودی ما از 4% دولت سامانیان است. اون جایی که تاجیک حکومت میکنه 4%. اگر 3 میلیون کیلومتر مربع بوده است، ما از 141. بنابراین اگر هم قیاس کنیم حوزه فرنگی هم میخواد، مثلا در این 100 ساله اخیر ما فقط در آسیای مرکزی حدوداً 20 میلیون نفر تاجیک حل شد رفت. و اگر همین گونه یک چیز شبیه همین در حوزه خراسان شود، مثلا 50 سال 100 سال بعد کابل هم یک بخارای دیگر، یک سمرقند دیگر میشه. اگر همین سیاستی فرهنگ زدایی، فارسی زدایی، تاجیکی زدایی همچون یک سیاستی دولتی ادامه کند. حالا شما اگه این قدر زمان تاجیک بقای خود تامین کرد، تشکر این بسبب این بود که سیاستی متمرکزی دولتی تاجیک زدایی به این شکل نبود. مثلا شما در آسیای مرکزی 100 سال پیش شهرها کانونهای تاجیکی بسیار قوی‌تر از افغانستان امروز بودند. سمرقند بود، بخارا بود، خیوه بود، خوارزم بود. اونا مرکزهای 1000 ساله تمدن بودند ولی هضم شدن رفتند. بنابراین فقط قدرت، سیاست دولتی رو که این محیط حفظ کنه. از همین رو من پیشبینی واقع بینی این است که اگر همین وضعیتی تاجیک زدایی ادامه کند، با در کنار آسیای مرکزی حوزه خراسان هم با خشکشوی روبرو میشد. بنابراین در همین حالت تاجیکستان همچون آخرین جایی که همین تمدن تاجیکی یا فرهنگ و زبان تاجیکی حکومتی رسمی دولتی دارد، اهمیتی خاص پیدا می‌کند. از همین رو ما باید یک جای این تمدن رسمیت داشته باشه و طرف مقابل آمده است دقیقاً میگه این زبانم، این فرهنگم، این تمدنم، این ارزشم و این رو جاری میکنم. ما هم باید بگیم که ما این تمدنم، این زبانم، این فرهنگم، این میاره دفاع میکنم. اگر یک چیزی در برابرش نگذاریم، اون مفهومای کلانی بزرگی که در اطراف عضو مقاومت میخواد شکل گیره، او دیگر از نظر عملی امکان نمیتد که ما همه حوزه رو حفظ کنیم. یا آرمان ها میمونه. و در نهایت اما مجموعه‌ای که درباره مقاومت چاپ شد، 3 شعری من اونجا هست و یکی از شعراش بسیار مشهور شد. اگر یادتون باشه، اما احمدی مسعود پرچم را گرفت، هیبتی تاجیک عالم را گرفت، شعری من بود. ولی دیدم که در بسیار کنفرانس وقتی سخن دادن به احمدی مسعود همین رو میخونم، این یک شعاری هم مقاومت شد. ولی این شعری که حالا میخونم یعنی احساسی مرا به همین مقاومت آذیر. قسم به کوه که یک مظهری مقاومت است، اتاق خانه من دفتری مقاومت است. 2 سال رفت که چون پیردار بیدارم، قطاری میژه من لشکری مقاومت است. به پشت میز گه روی دست میخوابم، چون شبا اخباری پنجشنبه میدیدیم. به پشت میز گه روی دست میخوابم، که میزی کاری من سنگری مقاومت است. صحیفه های مجازی به حیرس میپالم، مگر در آن خبر از دری مقاومت است. و گاه گاه به فرزند نیز میخوانم، که رمزی اسم شبش یاوری مقاومت است.
2 سال رفت که تلفن نماندم از دست، که آن دریچه روشنگری مقاومت است. چون اخبار از این طریق عرض می‌کنم. زی 5 شعر سروش به آسمان میرفت، قیامی نیمه شبی لشکری مقاومت است. چی سخت میرود آنجا نبرد آزادی، که سرنوشت وطن بر سری مقاومت است. اگرچه منبر و موجی مقاومت بستند، اگرچه منبر و موجی مقاومت بستند، همین صحیفه من منبری مقاومت است. 2 سال رفت که آب از گلو نمی گذرد، 2 سال رفت که آب از گلو نمی گذرد، قسم به کوه که یک مظهری مقاومت است. تشکر. این شعر برای یادی شهیدی. سلامت باشید.